بسم الله الرحمن الرحیم. اون کسانی که با بیداری اسلامی مخالفند، با استقلال ملت‌ها مخالفند، با حاکمیت دین خدا در کشورها مخالفند، وارد میدان میشوند. انواع و اقسام ترفندها برای معطل گذاشتن جوامع اسلامی به وجود میاد و مهمترینش اختلاف است. اختلاف، ایجاد اختلاف. اسلام از مسلمانان خواسته است که اشداء علی الکفار رحماء بینهم. مسلمانان باید در مقابل دشمنان دین سرسخت باشند، باید بایستند، باید تحت نفوذ قرار نگیرند. اشداء علی الکفار، این صریح آیه قرآن است. و رحماء بینهم، رحماء بینهم، بین خودشون مهربان باشند، با هم باشند، دست در دست یکدیگر بگذارن، اعتصام به حبل الله بکنن. این دستور اسلام است. و یه جریانی به وجود بیاد که مسلمانها را تقسیم کند به مسلم و کافر، عده‌ای رو به عنوان کافر هدف قرار بده، مسلمانها را به جان هم بیاندازن. کی میتوانه شک کنه که وجود این جریانها و پشتیبانی این جریانها و تمویل این جریانها و دادن سلاح به اینها، این کار استکبار است، کار دستگاه‌های امنیتی خبیث دولت‌های استکباری است. می‌نشینن برنامه‌ریزی می‌کنن برای همین کار. اینو باید دنیای اسلام باید به این مسئله بپردازد. این خطر بزرگی است. متاسفانه بعضی از دولت‌های مسلمان بی توجه به این اختلافات دامن میزنند، نمیفهمند که دامن زدن به این اختلافات آتشی خواهد افروخت که دامن همه‌شون را خواهد گرفت. این خواسته استکباره. جنگ گروهی مسلمان با گروه دیگر، عامل این جنگ هم کسانی هستند که از پول دست نشاندگان مستکبرین استفاده میکنند. به اینها پول میدن، سلاح میدن، تو این کشور، تو اون کشور، تو اون کشور، مردم رو به جان هم میاندازن. و این حرکت از سوی استکبار در این 3-4 سال اخیر که موج بیداری اسلامی در تعدادی از کشورهای اسلامی و عربی به وجود آمد تشدید شده است. برای اینکه بیداری اسلامی رو تحت شعاع قرار بدن، هم مسلمانها رو به جان هم میاندازن، هم با بزرگ نمایی دستگاه‌های تبلیغاتی دشمن اسلام رو در چشم افکار عمومی دنیا زشت جلوه می‌دهند. مسلمان‌ها باید با هر عامل مخالف وحدت و ضد وحدت مقابله بکنند. این یک تکلیف بزرگی است برای همه ما. هم شیعه باید این رو قبول کند، هم سنی باید قبول کند، هم شعبه‌های گوناگونی که در میان شیعیان، در میان سنی‌ها وجود دارد، اینو باید بپذیرند. وحدت به معنای تکیه بر مشترکات است. ما مشترکات زیادی داریم میان مسلمانان، مشترکات بیش از موارد اختلافی است. روی مشترکات باید تکیه کنند. تکلیف عمده هم در این مورد بر دوش نخبگان است، چه نخبگان سیاسی، چه نخبگان علمی و چه نخبگان دینی.